سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب باشید و روز خوب رو سپری کرده باشید. آقا تو ویدیو قبلی ما آمدیم بررسی کردیم که اصلا زمین تخته یا زمین گرد. هیچ. بعد دوباره اون روز داشتم تو این اینستاگرام میگشتم، یه دونه ریلز برای ما اومد بالا. دوباره یه دونه ریلز برای ما اومد ریل یه دونه ریل لا اله الا الله. یه دونه ریلز برای ما اومد بالا در موردی که آقا میگه اینا اصلا نرفتن به ما. حالا قبلی ها میگفتن اصلا ماه وجود نداره. یه دستش رو میگفتن که ماه هست نزدیک. یه سریاشون میگفتن اصلا ماه مصنوعیه. یه دسته جدید وجود اومده که میگن گفت اصلا اینا نرفتن به ماه، همینجور مسخرمون کردن، نرفتن به ماه. دروغ میگن، یعنی ادیت بوده، نمیدونم با سیمپیچ تسلا معلق بودن و چه میدونم پرده سبز بوده و یه حرفا اومد برای ما. بعد گفتیم که اصلا حیف ما ایده باشه ما ویدیو نسازیم راجبش. با خودم گفتم که بیام اصلا بررسی کنیم ببینیم که این بشر از کجا تو کلش بوده که بیاد سفر کنه بیا بره ما. خب این ایده از کجا نشأت میگیره، طول تاریخ چه اتفاقاتی براش افتاده، کیا بهش پرداختن. بعد در آخر میایم اون ویدیو رو نشون میدیم ببینیم که اصلا اینا رفتن به ماه یا نه. میخوام بررسیش بکنم. ارزم به حضورتون که ایده سفر به ماه اصلا حرف یکی دو روز نیست. یعنی مورخا میگن حتی رومیان باستان هم دوست داشتن از حد خودشون فراتر برن، رو کرات دیگه پا بذارن، دوست داشتن که به سیارات دیگه سفر بکنن. یه مش آدم جانا گرفته بودیم از هم اول، دوست داشتیم همیشه یه چیزی کشف بکنیم. این ایده در حد یه نظریه بود، اومد تا قرن 19. قرن 19 خیلی قرن مهمی بود برای ایده. نویسنده های مهم بهش پرداختن، دانشمندان مهمی روش کار کردن و وقوع جنگ جهانی که اصلا اثر خیلی زیادی روی این نظریه داشت. حالا بهتون میگم تو قسمت همش بهتون میگم. حالا چه نویسنده های روی ایده کار کردن؟ جناب آقای ژول ورن و جناب آقای اچ جی ویلز. جناب آقای ژول ورن اومد مسافراشو با یه توپی فرستاد ما همینجوری. جناب آقای اچ جی ویلز یکی اومد خلاقیت بیشتری به خرج داد، اومد یه سفینه طراحی کرد. برای این سفینه اومد یه پوشش ضد جاذبه، همه زبون رو میگیره، اومد یه پوشش ضد جاذبه طراحی کرد و مسافراشو با این سفینه فرستاد به ما. بین دانشمندان آقای تسیلوفسکی که یک معلم اهل روسیه بود، در سال 1900 شروع میکنه به تحقیقات راجع به پرتابه هایی که پرتابه ها منظور هم موشک هایی که راجع به موشک هایی که با سوخت مایع کار میکنن، چند مرحله هستن و میشه بعد از پرتاب هم کنترلشون کرد. نتیجه این تحقیقات شد این که امروزه جناب آقای تسیلوفسکی رو پدر علم موشکی مدرن میدوننش. حالا با توجه به نتایج آقای تسیلوفسکی، یه فیزیکدانی به اسم آقای رابرت گودارد در سال 1926 با توجه به نتایج آقای تسیلوفسکی اومد یه پرتابه ساخت با سوخت مایع. حدس بزنید این پرتابه چقدر میرفت بالا. خب تو یه مزرعه اومدن آزمایشش کردن و فقط 12.5 متر این پرتاب از سطح زمین فاصله میگرفت. فقط 12.5 متر، یعنی مشخصا تا رسیدن به ما خیلی فاصله زیادی بود. ولی خب اومد این آزمایشات رو هی ادامه داد به خاطری که روی کاغذ و محاسبات ساختن همچین پرتابه‌ای ممکن بود. نتایج این تحقیقات اومد مورد توجه یه تیم موشکی قرار گرفت به اسم VFR که متعلق به حزب نازی بود و تحت سرپرستی آقای وارنر فورد براون بودن. اومدن با توجه به این تحقیقات اومدن موشک‌های تولید کردن به اسم موشک‌های ویتو. یه اطلاعات جزئی بخوام بهتون بدم در مورد موشک‌های ویتو که در اون زمانه خودشون اینا چه کار بزرگی انجام دادن، این بود که موشک‌های ویتو حدوداً سرعتشون 5700
32 کیلومتر بوده یا 4.43 ماخ. و اینکه این موشک ها میتونستن 300-400 کیلومتر طی کنن و به یه هدفی اصابت بکنن و حدوداً در فاصله 96 تا 100 کیلومتری زمین پرواز کنن. این تیم اومد در سال 1943 اومد ساخت این موشک ها رو به صورت جدی شروع کرد. 6000 تا موشک تولید کردن. حالا خب مسلماً در اون زمان سلاح خیلی قوی بوده، یعنی کشورهایی مثل آمریکا، شوروی و متحدانشون خیلی متحیر بودن که چطوری حزب نازی به همچین قدرت موشکی دست پیدا کرده و میخواستن که اونا این قدرت موشکی رو داشته باشن. حالا آمریکا و شوروی اومدن اینجا یه کار کردن. آمریکا اومد طی یک عملیاتی به اسم عملیات گیری کاغذی که یک عملیات بسیار مخفیانه بود. من چرا یواش میگم که یک عملیات بسیار مخفیانه بود بین سیستم‌های اطلاعاتی کشور آمریکا. اومد 1600 نفر از دانشمندان تیم موشکی آلمان نازی اومد جذب کرد. بین این 1600 نفر اشخاص برجسته‌ای مثل آقای وارنر فون براون هم حضور داشتن. حالا شوروی طی یک عملیاتی که اسمش بسیار اسم سختیه، اسمش اوساویکی هم، طی یک عملیاتی به اسم عملیات اوساویکی هم اومد 2200 نفر از دانشمندای آلمان نازی جذب خودش کرد. حالا 2 تا تیم شده بودن. تیم امریکا به سرپرستی آقای وارنر و تیم شوروی به سرپرستی آقای سرگئی کورولوف. اونم دانشمند بزرگ بود در عصر خودش در زمینه پرتاب ها و موشک ها. پس رقابت رفتن به فضا، رسیدن به مدار و پا گذاشتن روی ماه بعد از سال 1945 به سرپرستی آقای وارنر و تیم جماهیر شوروی به سرپرستی آقای سرگئی کورولوف شروع شد. و داستان از اینجا جالب میشه. این 2 تا تیم میخواستن تا سال 1957 ماهواره بفرستن به مدار زمین. حالا چه اتفاقی افتاد؟ تیم آقای براون به مشکل خورد. چرا؟ خب با توجه به سیاست‌گذاری ها و اتفاقاتی که درون دولت امریکا افتاد، سرپرستی تیم از آقای وارنر فون براون گرفته شد و این سرپرستی به نیروی دریایی واگذار شد. یعنی کل عملیات رو کمپلت دادن نیروی دریایی. و این باعث شد که اتحاد جماهیر شوروی در این موضوع بیاد پیشی بگیره. در 4 اکتبر 1957 اگه اشتباه نکنم، اولین پرتابه توسط اتحاد جماهیر شوروی اومد به مدار زمین فرستاده شد. خب موفقیت آمیزم بود. بذارید من حالا عکس پرتابه‌اش دارم بهتون نشون بدم. اینه گوی فلزی به قطر 57 سانت که یک سیگنال ساده ارسال میکرد که فقط نشون بده آقا من سالمم، دارم در این مدار گردش میکنم. اینه حالا عکسش هم واسهتون میذارم. 1 ماه بعدش شوروی پا رو خیلی فراتر گذاشت. اومد یک موجود زنده، یک سگ ناز به اسم لایکا رو به مدار زمین فرستاد. موشکی که لایکا رو به مدار زمین برد حدوداً 507 کیلوگرم وزن داشت و لایکا 1 هفته کامل در مدار سالم بود تا اینکه متاسفانه اکسیژنش تموم میشه و از دسترس خارج میشه و میمیره. دولت امریکا دید که داره توی مسابقه عقب میفته و تیم نیروی دریایی نمیتونه قشنگ با شوروی رقابت کنه، به خاطر همین سرپرستی تیم رو داد دوباره به آقای وارنر و اومد حدوداً 5-6 ماه بعدش اولین مدارگرد تیم امریکا به اسم اکسپلورر 1 در مدار قرار گرفت. آقا این بود از یاد مدرسه افتادم، میخوندیم. این بود از انشای من، یادش بخیر. اینم از این. حالا متوجه شدیم که ایده های سفر به ماه اصلا از کجا اومده بود، چه اتفاقاتی واسش افتاده بود، چه افراد مهمی روش کار کردن و یه اطلاعات نسبی پیدا کردیم.
حالا در قسمت‌های بعدی قدم بعدی رو بررسی می‌کنیم. نمیخوام حالا مثلا کلیشه حرف بزنم و حالا چیزایی رو بگم که مطمئناً هزاران بار از افراد مختلف شنیدید، ولی خب دیدید که اولین پرتابه‌ای که جناب آقای رابرت ساخت 12.5 متر بالا میرفت. تا ماه چقدر فاصله داره. یعنی میخوام اینو بگم که مهم نیست که قدم اول چقدر از ایدئال ذهنی دوره، چقدر احمقانه به نظر میرسه و چقدر ممکنه که امتحان کنی و آخر به نتیجه برسی. فقط مهم اینه که شروعش بکنی، فقط مهم اینه که شروعش کنی و ادامهش بدی. همین. کسی که تا اینجا این ویدیو تماشا کردید، من واقعا مفتخرم که همچین بیننده‌ای دارم که انقدر کلاسش بالاه که دوست داره که همیشه چیزای جدید یاد بگیره. من واقعا افتخار میکنم که همچین بیننده‌ای دارم. اگه ویدیو رو دوست داشتید، محتوا رو دوست داشتید، دکمه لایک رو بزنید که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری ساجست بکنه. دکمه سابسکرایب رو بزنید که خانواده قشنگمون بزرگتر بشه و نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگید. من میخونم، جواب میدم. این که دوست دارید در مورد چه چیزای ویدیو بسازیم. و حرف آخرمون این که آقا مراقب خودتون باشید. من خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.